چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه اومدیم با کیارک یک مادی آوردم خیلی خفن پشن هرن تکن. شاید نفهمید چی گفتم ولی و اسم شاید خیلیاتون دیده باشید تو یوتیوب که اسمش اکشن استافه. فعال میکنم اینجا، هم بهتون آموزش دانلود میدم، هم چجوری و دید دیگه آموزش دانلود رو میدم. من قبلا پیدا کرده بودم ولی ویدیوشو نذاشتم چون نمیخواستم اسکلتون کنم. من فایل رو پیدا نکردم و الان پیدا کردم. شاید بگین خب چطوری اکشن استاف رو روی گوشیت داشتی رو ماینکرافتت؟ نه، من اون موقع ویدیو میذاشتم که ببینه چجوری هستش. من خودم نداشتم. کیارا جونم بهتون یه سلامی میده. یه سلام کن، صدات واسه بچه ها میاد. یه بار دیگه. خب صداتو شنیدن. بله دوستان برید کانال اینم سابسکرایب کنید چون اینم کانال داره. و اولین چیزی که میخوام بهتون بگم راه رفتنشه که راه رفتن خیلی گوگلی داره. خوبی های این اکشن استاپ بگم مثلا چی بیارم؟ مثلا آره با که تگزلاچل نگاهی ببینید دستان چه گوگلی شده. نگاه ببینید نگاه. و یه نکته دیگه هم هست، مثلا زنجیر. نگاه اینجوری زنجیر گرفته. زنجیر دادته. بچه ها دارم با زنجیر بریج میزدم. بچه ها تا حالا کسی رو دیدید با زنجیر بریج بزنه؟ یه داره گوشی دستت. من میرم.
سلام بچه ها، ببخشید من معطلتون کردم، رفتم یه کاری داشتم. بچه ها کانال کیارا دارم، لطفا سابسکرایب کنید. بچه ها چیزی که خیلی من خوشم اومده دایمنده. نگاه چقدر خفنه، ندرایتش هم باحال شده تازه. و این مود یکی از مودایی که خیلی درخواست کرده بودید. هر چی پرتابی باشه اینجوری پرتاب میشه. پیو 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 پیو. بچه ها جاذبه ماینکرافت رو نگاه میکنید. جاذبه ماینکرافت هم گفتیم انقدر. ببینید اصلا پشمام ریخت انقدر این زنجیرها ریخته. یعنی بازی خیلی منطقیه آجی. راست میگن کیارات، واقعا ماینکرافت منطقیه، خیلی منطقیه. نگاه زنجیره اصلا افتاده، فکر نکنه نیافتاده. اگر نبینید باید حتما برید درمان پزشکی، یعنی برید پزشک. ای وای افتادم تو بود. شده گوش دستت. ببخشید بچه من تلنزور میکنم، ولی یه کاری هم دارم سری میکنم و برمیگردم. بچه ها دوباره برگشتیم. بله سر ببینید دوستان، ببینید بچه ها، دوستان یادم رفت میخواستم بگم. چرا من دارم زمین رو میکنم؟ میخواستم بهتون نشون بدم. دوستان ما با کیارات داشتیم تلفنی حرف می‌زدیم. خوب بچه نظره من مجبور شدم کات کنم. بچه ما داشتیم با کیارات تلفنی حرف زدیم و الان نمیدونم چرا قطع کرد. شاید تلفنشون تموم شده، چون تلفن اونا شارژیه، مال ما اصلا شارژی نیست. بله دیگه. دوستان ببینید من توی ویدیوی بعدی نمیخوام این ویدیو طولانی بشه، پس برای توی ویدیو بعدی واسه‌تون میگیرم که چجوری باید فایل این ماد را دانلود کنید و اسم مادم اکشن استاف هستش و خدا نگهدار.